مرد میانسالی در محله ما زندگی میکند. آدمی تو دار و خنده رویی است. همیشه صورتش ستیر و پیراهن‌های شاد میپوشد. حتی محرم‌ها هم پیراهن سفید میپوشد. هیچ وقت کسی از او بدی ندیده. سرش به کار خودشه. مدام از خودم میپرسیدم چرا اهل مسجد و هیئت نیست. به قول بابام شاید کافر باشه. تا اینکه یک روز توی مسیر با هم بودیم و ازش پرسیدم آقا رضا دوست داری بری خونه خدا؟ با خنده گفت تو چی؟ گفتم آره بابام همیشه حسرت حج داره. گفت انشالله نصیبش بشه. بعد گفت من خونه خدا زیاد رفتم اصلا هم حسرتشو ندارم. با تعجب پرسیدم شوخی میکنی؟ گفت شوخی چرا؟ اگه بخوای تو رو هم میبرم. خلاصه شب تا صبح خوابم نبرد. صبح که شد رفتم دنبالش، سوار ماشین شدیم. همینطور رفتیم تا اینکه رسیدیم به آسایشگاه بچه‌های بی سرپرست. داشتم از تعجب شاخ در میآوردم. همین که وارد آسایشگاه شدیم بچه‌ها دویدن و او رو بغل کردند و او را عمو صدا می‌زدند و آقا رضا هم هدایایی را که در مسیر خریده بود با آنها داد و خنده ها فضای آسایشگاه را پر کرد. بعد رو به من کرد و گفت اینم خونه خدا. دیدی چقدر نزدیکه؟ خدا همینجاست، توی آسایشگاه سالمندان، توی بیمارستان بچه‌ها و همیشه هم چشم به راهه. چرا فکر می‌کنی خدا فقط توی مسجد و امامزاده هاست؟ خونه خدا خیلی نزدیک‌تره. اگه دقت کنیم. اگه تو هم موافقی لایک و کامنت یادتون نره.